سلام دوستان، من محمد هستم و امروز با یک ویدیو جدید راجع به تاریخچه تلفن‌های همراه با شما هستم. حالا ببینیم که اولین تلفن همراه توسط چه کسی و چطور اختراع شد. در سال 1983 تا 1990 اولین موبایل اختراع و تولید شد. دکتر مارتین کوپر زمانی که سریال تلویزیونی پیشتازان فضا را میدید از شخصیت اصلی اون که با تلفنی بیسیم کار میکرد این ایده رو گرفت و نخستین موبایل رو که با طول 25 سانتیمتر و وزن تقریبا 1 کیلو بود رو اختراع کرد. این موبایل 10 ساعت طول میکشید تا شارژ بشه و در مدت 20 دقیقه بعد دوباره بیشارژ میشد. کوپر برای اولین تماس موبایلی جهان خبرنگاران را دعوت کرد. در این واقعه تاریخی با رقیبش در آزمایشگاه بل یعنی جو انگل صحبت کرد و در سال 1983 کارخانه موتورولا این ایده رو خرید و در پایان باعث تولید مدل دیناتک 8000X شد. جالبه بدونید که قیمت اولین گوشی موتورولا $4000 بود. در سال 1991 برای اولین بار سیستم جهانی ارتباطات سیار GMS به وسیله کارخانه اوربیتال در انگلیس ایجاد شد. تا قبل از سال 1992 موبایل فقط برای بازرگان‌ها و تاجران بود، ولی بعد از آن با جذاب شدن این وسیله برای مصرف کنندگان معمولی هزینه تهیه موبایل کم شد. نوکیا از این فرصت برای زیاد کردن درخواست و تولید موبایل‌های به صرفه در بازار استفاده کرد. در سالهای 1991 تا 1994 ویژگی‌های مثل SMS و بازی‌های موبایلی به تلفن‌های همراه اضافه شد. از سالهای 1995 تا 1998 به بعد تلفن‌های همراه با رنگ‌بندی‌های مختلف به بازار عرضه شدند. مقصود از رنگ تنها 4 رنگ میباشد. در سالهای 1990 تا 1997 شرکت زیمنس مدل S10 را با رنگ‌های سفید، سبز و آبی و قرمز ارائه نمود. همچنین سونی اریکسون موبایل‌های رنگی خود را در این زمان به بازار عرضه ارائه داد و نوکیا قاب‌های قابل تعویض برای مدل‌های سری 5120 را مد نظر قرار داد. در سال 1999 نوکیا مدل 7110 رو به بازار ارائه کرد. این مدل از سرویس وب برای عملی کردن سامانه‌های ارتباطی بر اساس وب بر روی تلفن همراه استفاده می‌کرد. با ایجاد نسل سوم شبکه موبایل سالهای 2003 تا 2006 تحولی در موبایل دیتا ایجاد شد و سرعت دانلود زیاد شد و 2 مگابایت بر ثانیه شد. سپس در می 2007 اپل تلفن‌های همراه با صفحه نمایش لمسی خازنی به بازار فرستاد. نسل چهارم شبکه‌های تلفن همراه در 2012 از طرف کمپانی ای در انگلستان راه اندازی گردید که سرعت دانلود را به 12 مگابایت بر ثانیه رساند. تشخیص گفتار در موبایل‌ها استفاده شد. این سرویس نخست برای گوگل وایس و بعد برای سیری دستیار صوتی شرکت اپل فعال شد. سامسونگ در این زمان مدل گلکسی S5 را به بازار فرستاد. به این مدل سنسور شناسایی ضربان قلب افزوده شد. همزمان با جهانی شدن نسل چهارم شبکه تلفن همراه تماس‌های تصویری و استریمینگ ویدیو به حالت پیشرفته‌تری صورت گرفت. برای بهبود اجرای این توانایی احتیاج بود تا نمایشگرهای موبایل‌ها بزرگتر گردند. این اتفاق به مرور عملی شد. مثلا صفحه نمایش آیفون 7 در قیاس با نخستین آیفونی که طی سال 2007 تولید کردید 57% بزرگتر بود. سامانه‌های پرداخت موبایلی اپل پی و اندروید پی
راه افتاد تا شرایط خرید اینترنتی برای کاربران مهیا گردد. اکنون آمریکا و انگلیس در حال ایجاد نسل پنجم شبکه موبایل میباشند. سرعت جابجایی اطلاعات در این شبکه 10 برابر بالاتر از نسل چهارم است. خیلی ممنون از اینکه در این ویدیو همراه من بودین. به امید دیدار.